درود به همه دوستان عزیزم از چنل یوتیوب. امروز میخوام بازی آستروبات این بازی کنم. بازی خفنه آستروبات، اون نسخه‌ای که رو خود PS5 هست، نه نسخه پولیش. و این که آجی دقت کردین که یه جوری شده که خیلی دار تبلیغات روی ربات ها زیاد میشه که ربات ها میخوان بیان جای انسان رو بگیرن. خیلی دار اینجوری تبلیغ میشه. بریم ببینیم چه اتفاقاتی میفته در بازی آستروبات. فکر میکنم که کلن دیالوگ توش نداره، همینجوری ما متوجه میشیم. بات های گوگلی مگولی آستروبات سوار PS5. یه سفین دار میترسه از فضایی. بیا اینجا داداش، چی داری داخل؟ از اون چیپ محافظت میکنن. بای بای هم میکن. دوستان باد کوچولومون هر کدوم میرن یک سمت. حاجی انیمیشن های تبلیغات در مورد باد دارن میسازن که حالا اینجوری من خودم پیش بینی میکنم در آینده میخوان ترکیب انسان ها رو با ربات ها رو داشته باشیم و یه جورایی ربات یا جای انسان بگیره، که من خودم با این قضیه خیلی مخالفم. هیچ وقت یک ربات نمیتونه جای انسان بگیره و همین دیگه. دست PS5 هنگ زده. میگه اینجوری تکونش میدم دستم تو خاک. باید اینجوری تکونش بدی که بیاد بیرون. الانم تکونش میدم، ببینید تو تصویر دار تکون میخوره. داداش کوچولومون رفت تعمیر شد داخل دسته. بزن تو کلت. آخه چقدر گوگلی مگولی و مظلوم. اینجا PS5 بمونم که افتاده داغم. اون چیه؟ خیلی بازی گوگلی مگولیه. از این گوگلی مگولیش خیلی خوشم میاد. احساس کنم شبیه اون بازی کراچ بود، پیاده میرفتی تو مایا همونه. اینجا میگم میرفتی سیو میکردی، خیلی شبیه همونه. تو چی ماواره یه PS5 کجا رفتی داداش؟ سوت هم میزنه، اونم با دستش. خب ما باید سوار اسب رقش این باتمون همین دسته PS5. این داره منطقه رو اسکن میکنه که ما با دسته بریم اونجا. خب دیگه همین جایی که خودش گفته باید بریم. حاجی برو دیگه. باید اینا رو بگیری گاز بخوره دستمون. حاجی خب مثل که رفته تو این سفینه ها. ما باید دنبال این دوست فضاییمون بگردیم. حاجی این میگیرم اینجوری میشه، اینم میگیرم اینجوری میشه. سرعت
دستمون بیشتر میشه. به حساب این لودینگشه، چپ میره چپ، راست بره میره راست، همین دیگه چپ و راست میشه. بالا پایین هم بدی یه خورد میره بالا، پایین هم بدی میره پایین. خب خود گاز بدیم. چه ویبره دسته PS5 قطعا خیلی بهتر از دسته ایکس باکسه، ولی از دسته ایکس باکس من از این خوشم میاد که خیلی دیرتر از PS5 خراب میشه. امکاناتش کمتر ولی دیرتر خراب میشه، در صورتی که امکانات بیشتر آنالوگش خراب میشه. هر دو دسته، ولی خب PS5 بودن خراب میشه. PS5 خب کنسولمون کلاس. خب آستروبات سیف هم اینجا. یه لیزر بزنمت. دوست منی؟ دوستامونو داریم جمع میکنیم داخل دسته. خیلی خوبه که تو کنار ژله. چه گله هایی حاجی. قدیم یادم داخل بازی 100 تا از این سگار جمع کردی یه جون بهت میداد. مرحله اولش بسیار ایزی. دوست بعدیمون هم نجات دادیم. روبا بات فاکس بات. دیگه اینجا مثل قدیمه. من بریم موج سواری. بات هایی که احساس ندارن. یادم یه اون فیلمه بود، یه اسمش یادم نیست، قدیم یه فیلمی نگاه میکردم که به جایی رسیده بود هوش مصنوعی که نمیشد تشخیص بدی طرف باته یا انسان. میدونی چی میگم؟ واقعا این جمله رو گفتم مو به تنم سیخ شد. از خوابی داشت. و مثلی که دنیا داره میره به این سمت. چه لبایی داری پروتوس کرده. دشمنی دوستی هواداری چی؟ حاجی من باید چی جام پیدا کنم؟ خلاصه که اینم بهتون بگم که تبلیغات زیادی داره میشه از چیپی که میخوان به بدن تزریق کنن. نباید این حرفا رو بزنم ولی خب میزنم که باید چیکار کنم؟ آها برم اینجا سیب بدم پایین که اگر چیپ تزریق بشه انسان اون معنویت یا اون تجربه‌ای که خودش میتونه طی سالها از زندگی به دست بیاره از دست میده. رو میاره به زندگی میشه به دوپامین های فیک، دوپامین های که ارزشی ندارن. حالا این خودش خیلی مبحث زیادیه. خوبی گیم اینی که همینجور بازی میکنی میشه راجع به اینا صحبت کنی. خب آردور بگیرم توپولی میشه میر بالا یا پایین. صدای بامزه میده. صدای رسیدیم به پرچم. چه جالب، سوپر ماریو قدیم بازی میکردیم میرسیدیم به پرچم، باز پرچم بگیریم. هم دوستامون نجات دادیم، سوار دسته کردیم. Let's go. گاز گرفتم بریم
به جاهایی از این کهکشان کدوم سمت برم؟ این علامت تعجب میگه برگرد اینجا. برگردم اینجا چیکار کنم؟ برگردم اینجا چیکار کنم؟ برو با ما رو مسخره کردی آجی. باگ خورد. آها این بگم که حالا در حالی که دارم این کار میکنم، این PS5 من نسخه هکی 1270 هکش کردم. شما یه سری از بازی ها رو خیلی راحت میتونید لسافاس و لسافاس میخوام این بازی رو برم، بازی ریمیز فارسی هم 1 هم 2 میتونید بازی کنید دیگه. یه سری معایب و مزایایی داره. حدودا 50 دقیقه هر دفعه کنسول روشن میشه. شما باید 50 دقیقه صبر کنید. اینش یه خورده اذیت میکنه، ولی خب احتمالا در آینده مشکل این 50 دقیقه حل بشه. چی میگه؟ خب من دقیقا دارم همین کار میکنم. بعد اینجا رو باز کنی. خب لولمون میره. احتمالا دیگه مرحله سخت‌تر از اون باشم که خیلی آسون بود. یوهو همجا من میرم جلو. کفتوزک باتی چون نمیمیری؟ بمیر بنازش پایین. خب باجی بیا اینجا. چه؟ چرا میره پایین؟ بزنم رندت کنم. آها با کمک این دوسته همه چی باته، یعنی اصلا کنار. خب دیگه دستکش بوکس اومد به دستم. هر کی جرأت داره بیا وسط. میشونا رو بگیر. اوه شت، حوصله شما ندارم. اوه دستکشا خیلی میتونه بهمون کمک کنه. تو دیگه کیستی و چیستی چه ولم کن. چه بچه هم داشتی داخل شکمت. خوبیت رو پیدا شد. حاجی داداش وایسا اونجا، میخوام برم بالا. یوهوهو حاجی تا حالا باخت ندادم. ببینم چقدر میتونم جلو برم بدون باخت. خب حالا چجوری باید بود بپرم اونجا؟ چه ویبره هم میزن دسته.
آها شما ایزی می باشین. خب اینجا هم سیف شده. سلام نزدیک من نشد. او مای گاد آجی خیلی اوه اینجوری تو رو بکشم عقب. واو واقعا سخت بود. دوباره سخت میشه جریان. بگیر اینا رو آجی. همون نسخه رایگانی که روی PS5 بود اون به یه جاهایی میرسیدیم. من اون بازی کردم خیلی سخت بود. اوه شت. اوه بذارش کنم. نزدیک من نشو. آخه اسکوسولوس میترسه. رسیدیم به پرچم. یکی از دوستامونم پیدا کردیم. چه رقص میزن. بریم مرحله بهش میگم مرحله بعدی. 17 دقیقه 2 مرحله رفتیم. دوستار فرستادیم و همونجا خب پرچم رو باید بکوبیم اینجا. گاز بزن. بازی گولی مگولی آستروبات. همین دیگه داداش. من دیشب بازی آرژانتین مس بود که من کامل نگاش نکردم. دستکشا بوکسمون از دست دادیم. دوپامین چجوری باید برم بالو با تو دوست عزیز. توی دشمن باعث میشی که من برم بالا. چقدر جالب. آجا یادم اون کراش بازی میکردی میخواستی سیوش کنی حتما میباس اون بزنی تا ببینیم اینم میتونم بدون باخت برم یا نه. احتمالاً این دیگه اونجا نیفتی پایین. خب 2 تا پازل پیدا کردم. ناکام اینجا دیگه خودش سیو میشه. اون قدیم رو بازی های PS1 که خیلی ما درد سر داشتیم. اصلا حواسم نبود. بزنم رندت کنم. خوشی اصلا بهش خوک لعنتی بات دوباره منو کشتی. اصلا کاری به تو ندارم. اول پس تو دیگه چیستی اصلا میشه تو بزنی اصلا. نه بیا داداش بیا اینجا. بیا گاو لعنتی خوک. چون نمیافتی پایین خوک. ای برو تو مغز. با مغز برو اونجا. چون میترسه.
آها الان فهمیدم. چی اون دیگه حال خودش دست خودش نیست دار میره. اوه شت، مرسی که رفتی اونجا وایستادی. اوه رئیسشون خوب که لعنتی، من طور نمیدونم چجوری. اصلا تو نباید بهت بخوری. کوچکترین اتصال برای پشت بگیری تو رو. بیا من تو کار دارم. باشه دیگه زدمش اینجا. یا خوب که لعنتی. من باید میخورد اون کف دوزکه. یو ها به همین سادگی. اینم رد کردیم. سلفی بگیر بدون معطلی. لسکو. دنیای بهشت بستنی ها بود واسه بات ها. خب من حوصله ندارم، سریع بعدی گاز میدیم. این قابلیت تو دست ایکس باکس نداره. آجا کدوم کنسول بهتر بالاخره PS5 یا ایکس باکس؟ کسایی که کنسول دارن آجا قبل ویبره میزنه شارژ دسته دار تموم میشه. هر دوتاشون خوبن، هر کدوم یه ویژگی ها یه سری مزایا و معایبی داره. نمیشه بگی که فلان دستگاه بهتره. الان PS5 باید اینجوری بری. الان PS5 و مخصوص هکش کردن و شما راحت میتونید با کمترین هزینه بازی نصب کنید. آسرو باید فکر کنم 3 تومن 4 تومن ظرفیت 2. باز اگه بخوای تغییر کنی. حاجی میمون لعنتی. من حقیقتش از یک سایتی حدوداً 20 تومن بازی خریدم و متاسفانه سایتش کلاهبردار به قیمت خیلی ارزون میداد. کلاهبردار در اومد و من لستافاز خریده بودم دیگه، GTA V خریده بودم، خیلی بازی ها رو خریده بودم. کال آف بلک آپس 3 چون ما اینجا گیمت هم هستیم، مثلا هر بازی 2 تا خریدم دیگه. من خیلی از این جهت ناراحت بودم که دارم بازی قانونی میخرم، متاسفانه ایشون کلاهبردار اینا باید جمع کنم. کلاهبردار در اومده و چجوری باید ترتیش و هیچی دیگه. پشتی من پیگیری هم کردم، متاسفانه پیگیری جواب نداد. همون موقع PS5 حقیقت ورژن 1270 هک شد دیگه. من خیلی خوشحال که ورژن PS5 هک شده دیگه، لازم نیست از این سایت های به حساب کلاهبردار خرید انجام بدم. تو ایران یه خودتون میدونیم ما خیلی مشکل داریم واسه خیلی چیزا بخوایی تهیه کنیم. سگبات پاچت میگیره واقعا، همینجوری نزدیکم بشی پاچت میگیرم. اینجوری پاچه میگیره. واو
قطعا بذار ببینم این میتونم بدون باخت برم یا نه دیگه. هر چقدر آجی پاچه رو اشتباه نگیری بندازیم اون پایین. باز مرسی که راه واسه من باز میکنیم. دوستم بده به من بندازش دسته رفت اینجا. بیا عزیزم. اوه شت سگم میگم پاچت بگیره. خب چی بعد پاچه میگیره. آجی تو خیلی سگی هستی که پاچه تو رو نمیشه بگیر. خب پاچهش بگیر. آها از پشت سوخت دقیقا همون جایی که باید میسوخت. آجی چی داری میریزی؟ من چوری باید برم اون بالا. آجی پاچهش بگیر. واو آجی تو ضد پاچه آنتی پاچه داری از پشت سر باید بیایی. جریان داره. آقا اینجوری هست. باشه برو بالا. از قدرت پاچه برخوردار هستی دیگه. اکثر امامزادا یه جایی اومدم که خارج از بازیه. نم کن بابا. باشه خیلی درسته. این مشت بزنمت. چی شیشه دار میشه. دوستمون اول نجات بدیم. مثل دعوا خوشحالی میکنه اونم کاری ما ندارن. بله اولین باخت توی مرحله جرقه میزن باتمون. چقدر عقب باشه خیلی سخت. این شیشه هم که شکسته شما باید با لیزر داخلتون بیارم. خب کجا باید برم؟ شما دیگه خرگوش باتین چی؟ اوه فقط برو جلو. پاچه چون اگه میدونست با قدرت پاچه باید بری جلو. پاچه میرسیم به پرچم. دو تا دوستامون نجات دادیم. بگولی مگالی ها برو والا. هرچی جلوتر میریم در سخت‌تر میشه. در هیجان بازی بیشتر میشه. باعث میشه دستت باشه دستات عرق کنن. حاجی رسیدیم به فکر کنم باید بیام اینجا.
آها 20 تا بعد از دوستامون نجات بدیم. 20 تا چی؟ فکر نکنم 20 تا نجات داده باشم. گاز بده. یعنی ویبرش قشنگ دار بندری میزن. باید چیکار کنیم؟ خودش یه علامت میداد. نگو که باید دوباره به چرخیم من 20 تا از دوستام اونجا پیدا کنم تا اونجا باز بشه. چون واقعا حوصله ندارم. خوابش برده PS5. واو. از خواب بیدار شد. PS5 همون دورش هم که تو کویر دوستامون نجات دادم. آها میگه 4 تا پازل هم پیدا کردم. نگو که باید بریم. نه چی جایزه است. خب حالا ما باید چیکار کنم اینجا مثل که دور پیدا کردم. ده تا دیگه باید دوست پیدا کنم از دوستامون. حاجی ندارم، من حوصله هم ندارم. ما رفتم در فضا. خب بچه بیمزه میشه اگه بخوام دوباره برگردم اون یکی اونا رو از اول برم. میشه داخل اینا برم؟ نه فقط داخلی. خب همه شما رفتم که چی میگه 20 تا بات بده. من 20 تا رو از کجا بردارم؟ بعد یکی اینا رو برم. من اصلا حوصله ندارم. داخل این 5 تا بات دیگه. این دوستامون پیدا کنم دیگه. یه روز دیگه میرم. واقعا خسته شدم. مرسی که اینجا ویدیو رو تماشا کردین. لذت بردید.